برتری دادن امام علی رضی الله عنه بر عیسی علیه السلام. من افضلم یا عیسی آخر کلام، من افضلم یا عیسی ابن مریم، مریم بنت عمران، یه دختر 18 ساله شبانه روز تو محراب است و کفلها زکریا کلما دخل علیها زکریا المحراب وجد عندها رزقا. شب تا صبح نماز میخون، روزه هم روزه بود، افطارش هم هرچه زکریا میومد میدید افطار و سحرش به نص قرآن کریم کنار محرابشه. میگفت انا لک هذا، مریم این غذا افطار و سحر تو کی میاره؟ گفت ملائکه از آسمون میارن. این مریم است، این مریمه. جبرائیل ارسلنا، سوره مریم است، ارسلنا الیها روحنا فتمثل لها بشرا سویا. خدای منان میفرماد من جبرائیل رو به صورت انسان فرستادم، گفتم فنفخنا فی، برو فوت کن توش. عیسی ابن مریم حامله شده. وقتی این مریم با این شب عبادتی، با این روزا، با اون افطار سحر بهشتی، با این جبرائیل، با این فوت کردن، با این حاملگی تو مسجد قدس بیت المقدس، وقتی میخواد بزاد جبرائیل اومد گفت مریم خانم. گفت بله. گفت اینجا مسجده. گفت یعنی چی؟ گفت زایشگاه نیست. گفت یعنی چی؟ گفت یعنی برو بیرون، برو بیرون. اومده نشسته بیرون، چی بخورم؟ گفت حزی الیک بجذع النخله تساقط علیک رطبا جنیا، درختا تکون بده خرما بریزه بخور. بیرونش کردن. اما من، مادرم یک زن خانه‌دار بود، فرزند اولش طالب بود، فرزند دومش عقیل بود، سومی جعفر بود، چهارمی من بودم، من بچه چهارم بودم. مادرم یک زن خانه‌دار معمولی در بین انسان‌ها بود، ولی چه معمولی. کعبه را قیاس کن با بیت المقدس. مادرم آمد کنار کعبه دعا کند خدا حملش آسان کند، در وا نشد که بگن کلید داشتن، قلدر بودن، قدرتمند بودن، زایماناشون تو کعبه. دیوار وا شد، دیوار وا شد، همه نوشتن جرداست مسیحی، الامام علی صوت العدالت الانسانی، همه نوشتن. دیوار وا شد، در نه دیوار. بفرمایید آقا جون، اینجا کعبه است میدونم، اینجا افسرات بیت المقدس است میدونم، مگه مریم بیرون نکردی؟ چرا؟ اما اصلا خونه بنا کرده ام برای علی. بفرمایید، بفرمایید. 3 شبانه روز مادرم تو کعبه بود، تو کعبه در وا نمیشه، فریاد همه بلند است. ناشتای نهار شام می آوردن، سیسمونی از بهشت آوردن. علی رو دست مادرش فاطمه امروز صبح بعد از 3 روز از کعبه اومده بیرون، رو دستش چشماش بسته است. دویدن جلو، ابو طالب اومد جلو ببینم بچه ما، بچه رفت در دامن بابا ولی چشما بسته است. حمزه آمد 30 سال بزرگتر، چشما بسته است. عباس آمد بسته است، طالب آمد بسته است، عقیل آمد بسته است، جعفر آمد بسته است، خواهر آمد، عمو آمد، بنی عمام بستگان ریختن، قریش و بنی هاشم تو مکه چه خبر است؟ چشما بسته است. خاتم الانبیا آروم آروم جلو فرمود فاطمه بدش ببینم این بچه را. تا رفت تو دومن خاتم الانبیا، چشمشا باز کرد، السلام علیک یا رسول الله. بینندگان گرامی، این آخوند رافضی قصد دارد که با سفسطه گویی ثابت کند که مقام و مرتبه امام علی رضی الله عنه از مقام و مرتبه پیامبر اولوالعزم عیسی ابن مریم علیه السلام بالاتر است. البته این صحبت برگرفته از باور پوچ و بی اساس رافضیان مبنی بر افضلیت مقام امامت بر مقام نبوت است. روافض بر این باورند که امامان دارای درجه و مقامی هستند که هیچ فرشته مقرب و یا پیامبر مرسلی به آن نرسیده است. اگر امامت مقامی والاتر از نبوت است، پس چرا قرآن کریم پیوسته انسانها را به سمت ایمان به پیامبران فرا می‌خواند و به امامت و امامان هیچ اشاره‌ای نمی‌کند؟
و چرا قرآن کریم در آیات متعددی با ذکر نام و بیان زندگی نامه انبیا علیهم السلام آنها را برای ما الگو معرفی می نماید و از دیگران برتر می داند؟ الله متعال در سوره مبارکه انعام بعد از ذکر نام 17 پیامبر بزرگوار در آیات 83 تا 86 در پایان می‌فرماید: وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ و همه را بر جهانیان برتری دادیم. در ادامه در آیه 90 ما را به اقتدا به آنان امر می نماید: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. ایشان کسانی هستند که الله هدایتشان نموده است، پس از شیوه آنان پیروی کن. این در حالی است که در آیات و تمامی آیات قرآن کریم هیچ ذکری از این امامت ساختگی یافت نمی شود و اگر امامت مقامی بالاتر از نبوت است، پس چرا امیر مؤمنان علی رضی الله عنه آن را از لنگ کفشی بی ارزشتر می داند؟ در نهج البلاغه خطبه 33 آمده است که ابن عباس رضی الله عنهما می گوید: در ذیقار بر امیر مؤمنان وارد شدم در حالی که کفشهایش را وصله می زد. پرسید: ارزش این کفش چقدر است؟ گفتم بی ارزش است. امام فرمود: به الله قسم این کفش برایم از حکومت و امارت بر شما دوست داشتنی تر است، مگر آنکه حق را برپا دارم یا باطل را دفع کنم. و اگر امامت مقامی بالاتر از نبوت است، چرا قرآن کریم به جای آنکه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم را به عنوان امام معرفی کند، به عنوان عبد، رسول و نبی معرفی می نماید؟ آیا شایسته نبود که قرآن کریم حداقل برای یک بار هم که شده ایشان را با ارزشمندترین لقب یعنی امام خطاب کند؟ علاوه بر این، اگر امام علی رضی الله عنه از عیسی علیه السلام که یکی از پیامبران اولوالعزم الهی است برتر می بود، پس چرا هیچ ذکری از ایشان در قرآن کریم نیست، در حالی که نام عیسی علیه السلام بیش از 15 بار در قرآن کریم ذکر شده است؟ همچنین از بررسی کاربرد لغوی کلمه امام در قرآن کریم به این نتیجه می رسیم که الله متعال این کلمه را برای سران کفر نیز استفاده نموده و آنان را امام نامیده است، در حالی که هرگز کلمه نبی و یا رسول بر سران کفر استفاده نشده است، که این مورد نیز خود دلیل دیگری بر افضلیت مقام نبوت بر امامت ساختگی شیعیان است. الله متعال درباره فرعون می‌فرماید: فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون. پس ما او و سپاهیانش را گرفتیم، آنگاه آنان را به دریا افکندیم. پس بنگر سرانجام ستمگاران چگونه بود. و آنان را امامانی گرداندیم که به سوی آتش یعنی دوزخ فرا می‌خواندند و روز قیامت یاری نمی‌شوند. اما روایت تولد علی ابن ابی طالب رضی الله عنه در داخل کعبه که این آخوند به عنوان دلیل برتری ایشان بر عیسی علیه السلام ذکر می‌کند، خبر واحدی است که فقط از طریق یزید ابن قعنب روایت شده است و او شخص کافری بود که با کفر از دنیا رفته است. حال از این هم که بگذریم، اگر تولد در کعبه دلیل بر افضلیت بر غیر باشد،
پس باید علی رضی الله عنه را از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نیز برتر دانست، زیرا پیامبرمان در خانه عمویش ابو طالب به دنیا آمد و نه در خانه کعبه. امام علی رضی الله عنه بارها در نهج البلاغه به رشد و نمو خویش در دامان و خانه پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم اشاره نمودند، اما حتی یک بار هم نفرمودند که من در کعبه به دنیا آمدم.